امیدواریم برنامه پربار و دلپسند رو برای شما ارائه بدیم. اول از همه خانم ثریا فلاح، پژوهشگر حقوق بشر، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران و اعضای هیئت مدیره جامعه دفاع از حقوق بشر در مورد این کانون براتون توضیحاتی میدن. خانم فلاح لطف کنید تشریف بیارید. با سلام خدمت همه دوستان و از اینکه تشریف آوردین خیلی متشکرم. من از طرف جامعه دفاع از حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا به حضار محترم که به مناسبت 63مین سال تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل با عنوان دستاوردی از خرد جمعی نوع بشر در اینجا جمع شده اید خوش آمد میگویم و این روز را به همه شما عزیزان تبریک میگویم. همچنین مقدم مهمان گرامی و سخنران امشب برنامه خانم رویا حکاکیان را گرامی می‌داریم. این برنامه از سلسله برنامه‌هایی است که کانون ما برای 5مین سال پیاپی از زمان تأسیس خود در لس آنجلس برگزار می‌کند. این کانون در استقبال از منشور جهانی حقوق بشر و با اعتقاد به بند و مفاد این بیانیه با توافق جمعی از کنشگران و مدافعان حقوق بشر، روشنفکران مستقل، افراد حرفه‌مند، دانشجویان و دانشگاهیان و شهروندان علاقمند با تأکید بر تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی تشکیل شد و تاکنون استقلال خود را به کمک علاقمندان و حامیان آن حفظ نموده است. جامعه دفاع از حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی با مجوز رسمی ایالت کالیفرنیا بدون از اهداف سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک از طریق برگزاری و شرکت در برنامه‌های مختلف، آموزش و آگاهسازی مفاد مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، رفع تبعیض در ایران، بالا بردن حرمت و کرامت انسانی پرداخته و اعضای آن با اعتقاد بالا به آزادی بیان و اندیشه با شبکه جهانی سازمان‌های حقوق بشری مانند سازمان عفو بین‌الملل، کمپین‌های حقوق بشری در کشورهای مختلف به طور رسمی، فردی و گروهی فعالیت می‌کنند. همچنان در همین راستا کانون ما امسال در فراخوان همیاری جهانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که از سوی نهادهای ایرانی در سراسر جهان که از 3 تا 11 سپتامبر اعلام شد شرکت نموده است. این کانون با دعوت از نویسندگان و هنرمندان در شناساندن فرهنگ حقوق بشری در جنوب کالیفرنیا گام‌های مفیدی برداشته است. مجدداً به شما خوش آمد میگویم و بقیه برنامه را به خانم سودابه فرخ‌نیا از ایشان برای همکاری با ما در این برنامه متشکریم و از تمام کسانی که در برگزاری این برنامه همکاری نمودند، به خصوص از خانم کتایین عظیمی برای کار هنری بسیار زیبایشان متشکرم. خیلی ممنون. در این روز وضعیت حقوق بشر در جهان در مرکز توجه قرار گرفته و کارنامه کشورها در رعایت یا نقض آن بازبینی می شود. 63 سال پس از تصویب کنوانسیون حقوق بشر هنوز هم بنا به گزارش‌ها این حقوق در ایران به شدت نقض می شود. در چنین روز شخصیت‌ها و نهادهای مختلف در مورد نقض حقوق بشر سخن گفتند. هرمن گروه، دبیرکل حزب دموکرات مسیحی آلمان، در سخنانی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ایراد کرد، گفت که 63 سال پس از کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل همچنان باید با هوشیاری وضع را در کشورهای مختلف دنبال کرد و از تلاش برای مبارزه با نقض حقوق انسانها غافل نشد. او با اشاره به این که هنوز در بسیاری جاها شکنجه، سرکوب و تبعیض و استثمار نیروی کاری جزئی از زندگی روزمره مردم است، تاکید کرد باید هر روز از نو برای حفظ موازین حقوق بشری مبارزه را آغاز کرد. او از جنبش کشورهای عربی به عنوان نشانه مثبت یاد کرد و گفت که مردم در تونس و مصر موفق شدند انتخاباتی آزاد را سازمان دهند. علاوه بر نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، بنا بر گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران و همچنین گزارش‌های سایر مدافعین حقوق بشر،
ایران در زمینه رعایت این حقوق در جهان در پایین ترین رده قرار می‌گیرد. ولی زمانی که پای اعدام و سرکوب در میان می‌آید، به سرعت به اولین پله‌ها صعود می‌کند. از دیگر کشورهایی که این روزها محور سرکوب به شمار می‌رود، سوریه است که رفتار آن با مخالفانش موضوع جدی در محافل سیاسی و حقوق بشری جهان. امروز سخنور ما بانو رویا حکاکیان، نویسنده کتاب آدمکش‌های قصر فیروزه است. رویا حکاکیان در تهران در خانواده یهودی زاده شد. در سال 1985 به عنوان یک پناهنده سیاسی به امریکا آمد و اکنون در ایالت کنتیکت زندگی می‌کند. او نویسنده و گزارشگر آمریکایی ایرانی تبار است. رویا یکی از اعضای مؤسس مرکز اسناد حقوق بشر ایران و در خدمت در هیئت مدیره پناهندگان بین‌المللی است. او به بررسی ادبیات فارسی و به عنوان سردبیر شعر مجله پار به مدت 6 سال خدمت کرد. او به سفارش یونیسف فیلمی به نام Armed and Innocent مسلح و بیگناه ساخته است. او تاکنون برای ده‌ها برنامه رادیویی و تلویزیونی در امریکا از جمله رادیوی عمومی ملی چندین گزارش تهیه کرده و نویسنده آثار منتشر شده متعددی نیز میباشد. ستون افکار او، مقالات و بررسی کتاب در نشریات زبان انگلیسی چون نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت جورنال به چاپ رسیده. او همچنین یکی از ویرایشگران نسخه آخر هفته NPR ویکند ادیشن می باشد. رویا عضو هیئت تحریریه مجله امور جهانی World Affair، مجله ایده ها و بحث ها می باشد. کتاب سفر از سرزمین نو، دختری سرگردان در انقلاب ایران، شهر خاطرات خود اوست و بزرگ شدن او را به عنوان یک نوجوان یهودی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد. این کتاب انتخاب هفتگی بارنز اند نوبلز بوده و به عنوان بهترین خاطره توسط مرکز کنتیکت برای کتاب در سال 2005 نامگذاری شد و به چندین زبان از جمله آلمانی، هلندی و اسپانیایی ترجمه شده است. 4 کتاب به شامل 2 مجموعه شعر به فارسی هستند از آثار رویا می باشد. Journey from the Land of No، سفر از سرزمین نو. A Name to Worship، نامی سزاوار نیایش. For the Sake of Water، به خاطر آب. The Assassins of the Turquoise Palace، آدمکش‌های قصر فیروزه. کتاب‌های او هستند و این آخرین کتابی هستش که ایشون امروز در موردش با ما صحبت می‌کنن. از خانم رویا حکاکیان. من از اینکه اینجا هستم به دلیل خیلی زیادی که وقتتون نمیگم توضیح بدم خیلی خوشحالم و از اینکه توی جمعی هستم که فکر میکنم همه اهل فنن و قصه رو تا حدود زیادی میدونن. قصه در کتابی که من نوشتم در مورد داستان قتل توی رستوران میکونوس در سال 1992. برای همین به جایی که برای شما در عرض 40 دقیقه سخن مبسوط ایراد بکنم، ترجیح میدم که 10 یا 15 دقیقه داستان رو، اون جنبه‌هایی از داستان که حس میکنم شما ممکنه باهاش آشنا نباشین و براتون بگم. یک جنبه‌ای از داستانی که میدونم شما نمیدونین، به خاطر اینکه من روی موضوع بوده 4-5 سال تحقیق کردم و در جریان تحقیق با دستاندرکارهای خاص آلمانی که ایرانی‌ها کلاً به اونها دسترسی نداشتن صحبت کردم. یه سری از اون نکته‌ها رو میتونم براتون جمع بزنم بگم و بعد چون که واقعا علاقه‌مند هستم که سوالای شما، نظرات شما رو بشنوم، خلاصه حرفای خودم رو هرچه زودتر خلاصه میکنم تا با هم وارد گفتگو بشیم. اینجوری خوبه؟ خدا رو شکر. یه سوالی که همه از من میکنن اینه که چطور شد که من تصمیم گرفتم این داستان رو بنویسم. خب اول از همه این که متاسفانه یا خوشبختانه آقای پرویزی دستمانچی که قصه گوی خیلی خوب و داستانگوی خیلی جذابیه توی خونه ما یه چند شبی مهمون بود و خلاصه من این اشتباه کردم که از ایشون بپرسم که آیا ممکنه قصه این قتل برای من تعریف کنیم یا نه. و اون موقع که داستان حدود 6-7 سال پیشه، اون موقع که ایشون شروع کردن حرف زدن،
خب به هر حال نمیدونم، من با اینکه خیلی از قتل و خون و آدمای از گلوله و تفنگ و اینا همیشه میترسم و اصلا فیلم‌های جنایی هم نمیرم. هر وقتم توی فیلمی یه نفر قرار بکشن من سرمو میکنم زیر صندلی اینا. ولی تو جریان این تحقیق احساس کردم که در واقع جذاب‌ترین قسمت این داستان اصلا اون قسمت خود قتل نیست و متاسفانه چون از 4 تا بازمانده اون شب پرویز دستمانچی هست که بیشتر برای همه چهره شناخته شده، ما همه فکر میکنیم که خب همه که اینا اومدن، بعد نمیدونم یه نفر با مسلسل شلیک کرد، بعد یه نفر اومد تک گلوله زد، نمیدونم 4 نفر رو کشت، بعد 4 نفر زنده موندن و اینا. فکر کنیم که به نوعی قصه قتل از همه بخشای دیگه داستان جذاب‌تره. اما در واقع بعد از اینکه من به حرفای پرویز گوش دادم و بعد خودم برای یه سفری رفتم آلمان و با جنبه‌های دیگه و آدم‌های دیگه توی داستان آشنا شدم، فهمیدم که خود داستان قتل یکی از بخشای حتی جانبی این داستانه، یعنی اتفاقی که بعدش میفته که در واقع اون تحقیق خیلی مفصل دادستانیه که دادستان کل آلمان به این کیس روی این کیس قرار میده که کار بکنه و نوعی که این تحقیق به پیش میره و اتفاقی که توی دادگاه میفته و اینکه چرا این یه دونه مورد در میون همه موارد قتل‌های دیگه که اتفاق افتاده میتونه بعد از 5 سال به اون جایی برسه که هیچ مورد دیگه نرسیده. همه اینا باعث شد که من احساس بکنم که در واقع خود اون قتل که 17 سپتامبر 1992 اتفاق میفته در واقع سر یه کلافیه که همه قسمتاش خیلی جذابن و ارزش گفته شدن دارن. این بود که تصمیم گرفتم که جنبه‌های مختلف داستانم، یعنی هم اون تیکه‌هایی که ایرانیایی که 4 تا ایرانی که اون شب زنده موندن برای گفتن داشتن که البته از اون 4 تا بازمانده یکیشون الان در ایران زندگی میکنه و موقعی که من شروع کردم کار رو انجام دادن اصلا در آلمان نبود که من باش مصاحبه کنم، ولی 3 نفر دیگه که بودن برای من چیز شدن، برای من سکوی آغاز شدن و از اونجا من با زن قربانیای همسرای قربانی‌ها، دختراشون، بچه‌هاشون و بعد با ژورنالیستای آلمانی و آدمای دیگه مصاحبه کردم و آشنا شدم.